اسپرم پسرها باعث کاهش افسردگی در دخترها میشه. این نتایج تحقیق معتبر توسط روانشناس گوردن گالوپ و تیمش در دانشگاه آلبنی نیویورک. من میدونم که خیلی دیتای زرد حول این موضوع وجود داره که چه میدونم واسه پوستت خوبه از این جور حرفا، ولی امروز یک بار برای همیشه خیلی علمی میخوام بهتون توضیح بدم که مایع سیمن یا مایع جنسی مردها چه مزیتی برای دخترها مستقیما داره و دقیقاً بهتون بگم که چرا. تو مقاله‌ای که گوردن گالوپ و تیمش منتشر کردن گفتن زن‌هایی که پارتنرشون از کاندوم یا پروتکشن استفاده نمی‌کنن افسردگی کمتری دارن. گفتن علائم افسردگی و میزان اقدام به خودکشی در زن‌هایی که پارتنرشون از کاندوم و پروتکشن استفاده میکنه بیشتره به نسبت اونهایی که پارتنرشون استفاده نمیکنه. خب حالا چرا؟ چه ربطی، چه ارتباطی میتونه بین مایع جنسی مردها و کاهش افسردگی تو زن‌ها از نظر علمی وجود داشته باشه؟ دو تا دلیل خیلی محکم برای این موضوع وجود داره. یه دونش علمیه و بیولوژیکی در سطح رسپتور گیرنده است، یکیش تکاملیه. اول بیایم با هم دیگه علمیه رو بررسی بکنیم. اول لازمه که اینو بدونید هر چیزی که توی سیمن یا مایع جنسی مردها وجود داشته باشه به هنگام رابطه جنسی، چه از طریق اورال باشه چه از طریق واژینال باشه، جذب جریان خون بدن دختر میشه، بدن زن میشه. چند ساعت بعد ما میتونیم توی گردش خون دختر ردیابیش بکنیم با آزمایش خون. یعنی هر هورمونی که توی سیمن یا مایع جنسی پسرها وجود داشته باشه میتونه مستقیما جذب جریان خون دخترها بشه و بره تو مغزشون مستقیم تاثیر بذاره. خب چه هورمون‌هایی توی مایع سیمن وجود داره؟ جالبه بدونید که سیمن یا مایع جنسی مردها حاوی هورمون‌های سروتونین، استروژن و پروستاگلاندین هاست که تو دخترها ارتباط مستقیم با کاهش افسردگی و بهبود مودشون داره. سیمن حاوی اکسیتوسینه که به عنوان هورمون عشق میشناسیمش و باعث بیشتر شدن کانکشن عاطفی میشه بین دو نفر. این یکی خیلی عجیب به نظر میرسه، ولی مایع سیمن حاوی ملاتونینه. ملاتونینی که همه قرصاشو احتمالاً میشناسیم و برای بهبود خواب استفاده میشه. اینم خیلی مهمه که اینجا بگم درسته که سیمن حاوی فروکتوز و ویتامین سی و کلسیم و زینک و 200 جور ماده مغذیه، ولی درصد این مواد مغذی اونقدی پایینه که نقش تغذیه‌ای اصلا نمیتونن داشته باشن. یعنی بهتره به قرص مکمل بخورید. خب این از دلیل علمی و منطقی. حالا دلیل تکاملیش چطور؟ انگار روند تکامل داره تمام تلاشش رو میکنه که این باند عاطفی و وابستگی بین دختر و پسر رو به حد اکثر برسونه. انگار با هر بار سکس میخواد جایزه بده به دختر. یعنی مثل یه دراگی که تو هر بار مصرفش میکنی تو مغزت باعث ترشح سروتونین و اکسیتوسین و استروژن میشه، ملاتونین ترشح میکنه، هم خوابتو خوب میکنه، هم استرستو کم میکنه، هم مودتو میاره بالا. تو رو کاملا میخواد وابسته بکنه به این سکس با اون پارتنرت و اعتیاد پیدا بکنه در واقع به سکس با پارتنرت. اینم خیلی جالبه که یعنی در زنها برخلاف مردها لذت جنسی فقط به هنگام اورگاسم قرار نیست اتفاق بیفته. صرف ورود مایع سیمن یا مایع جنسی مردونه به بدنشون میتونه باعث بالا رفتن مود و کاهش افسردگیشون بشه. خلاصه به نظر میرسه که شاید برای پوست خوب نباشه ولی برای مود خوبه.